سال 1981 آلمان با داستان ماریان باخمایر به لرزه افتاد. مادری که از دست دادن دختر 7 سالش آنا قلبش رو نابود کرده بود. آنا توسط کلاس گربوفسکی، مردی با سابقه جرایم علیه کودکان، ربوده شد، مورد تجاوز قرار گرفت و به قتل رسید. در جریان دادگاه گربوفسکی، ماریان که غرق در غم و خشم بود، تصمیم سرنوشت سازی گرفت. روز سوم دادگاه اون با خودش اسلحه به سالن دادگاه آورد، به گربوفسکی نزدیک شد و از پشت بهش شلیک کرد. گربوفسکی همونجا کشته شد. این اتفاق که به نوعی عدالت شخصی بود، همه کشور رو شوکه کرد و بحث‌های داغی به راه انداخت. این کار اون قابل توجیه بود یا یه حرکت بی‌پروا؟ ماریان به 6 سال زندان محکوم شد، اما بعد از 3 سال آزاد شد. داستان اون به نمادی قدرتمند تبدیل شد، از اینکه یه مادر ممکنه برای انتقام قتل فرزندش تا کجا پیش بره و دیدگاه جامعه نسبت به عدالت و انتقام رو برای همیشه عوض کرد.